اخیراً بیماری‌های قلبی و سکته قلبی به اولین عامل مرگ و میر جهان تبدیل شده است. هر سال بیش از 15 میلیون نفر به همین خاطر جان خود را از دست می‌دهند. برای مقایسه، ایدز، مالاریا و مرض سل در مجموع 3 میلیون را می‌کشند و برخلاف تصور آدم‌ها که فکر می‌کنند مردان بیشتر در معرض بیماری‌های قلبی هستند، در حقیقت زنان نیز به یک میزان احتمال دارد به آنها مبتلا شوند. همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیشترین عامل اصلی مرگ و میر در ایران هم با 46% بیماری‌های قلبی و عروقی هستش. این در حالی هستش که سوانح و تصادفات با 14% در رده دوم و سرطان با 13% در رده سوم قرار داره. همچنین بیماری‌های قلبی در کشور افغانستان با 19% بعد از بیماری‌های عفونی و بیماری‌های کودکان عامل دوم مرگ و میر در کشور افغانستان هستش و سوانح و تصادفات نیز در رده سوم قرار داره. زمانی که سکته قلبی برای بسیاری از افراد رخ می‌دهد، تنها و بدون کمک رسان هستند و شاید فقط حدود 10 ثانیه قبل از اینکه هوشیاری خود را از دست بدند فرصت داشته باشند تا خودشون رو نجات بدن. در ادامه و در بخش‌های پایانی این ویدیو حتما به شما خواهیم گفت که در این 10 ثانیه چه باید کرد. و متاسفانه این باور اشتباه هم وجود داره که تنها چند ثانیه پیش از وقوع حمله قلبی از این مسئله آگاه خواهید شد، مثل فیلم ها و سریال ها که فرد از درد قلبش رو میگیره و بعد به زمین میفته. اما خوشبختانه 1 ماه قبل از سکته قلبی بدن شما با نشانه هایی به خصوصی شما رو آگاه میسازه. از این رو قصد داریم در این ویدیو به علائم سکته قلبی که میتونه هشدار دهنده باشه اشاره کنیم. در ادامه لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. 10 علامتی که 1 ماه قبل از سکته قلبی بدن به شما هشدار میدهد. هشدار شماره 10: دردی که تا بازوها انتشار پیدا میکند. درد پیشرونده از شانه ها به سمت بازوها و گاهی هم تا انگشت ها جزء علائم کلاسیک سکته های قلبی هستش که در مردان فقط در سمت چپ و در زنان در هر دو سمت بدن منتشر میشه. اگر در بازویتان احساس درد دارید، به ویژه در سمت چپ، بهتر مراقب باشید. اغلب مواقع این درد با درد معمول عضلانی اشتباه گرفته میشه. وقتی قلبی آسیب دیده باشه و سکته قلبی نزدیک باشه، ارسال سیگنال درد به نخاع و عصب‌های دور و بر اون شروع میشه. این یک درد مداوم نیست، بلکه میاد و میره. پس گوش به زنگ باشید. اگر درد به خاطر کارهای فیزیکی ایجاد شده باشه، پس از استراحت از بین میره. هشدار شماره 9: سرفه‌ای که متوقف نمی شود. سرفه های ممتدد که به خاطر هیچ بیماری نباشند می توانند نشانه سکته قلبی یا نارسایی قلبی باشند. اگر سرفه های ادامه دارتان همراه با خلط سفید یا صورتی رنگ است، ممکن است نشانه عارضه قلبی باشد. وقتی قلب نمیتواند پاسخگوی نیازهای بدن باشد، خون به درون ریه ها نشت میکنه. برای معلوم کردن علت سرفه هایتون با پزشک مشورت کنید. هشدار شماره 8: تورم در ساق پا، کف پا و مچ پا. تورم در ساق پا، کف پا و یا مچ پا میتونه نشان دهنده اختلال قلب در پمپاژ کردن خون باشه که به این شرایط در انگلیسی پرفرال ادیما گفته میشه. زمانی که قلب قادر نیست خون رو به سرعت لازم پمپاژ کنه، خون در رگ‌های پا جمع میشه و تورم ایجاد میکنه. عارضه قلبی همچنین کار بیرون راندن آب و سدیم اضافه رو برای کلیه ها دشوار میکنه که این نیز منجر به پف کردن بدن میشه. هشدار شماره 7: حالت تهوع و دلدرد بیدلیل. اگرچه این علامت در زنان بیشتر از مردان رواج داره، مشکلات شکمی مانند تهوع یا استفراغ میتونه نشانه وقوع سکته قلبی باشه.
رسوب چربی اطراف قلب میزان جریان خون رو به سمت قلب و در نتیجه کل بدن محدود میکنه که میتونه منجر به حالت تهوع، بدهضمی یا استفراغ بشه. البته اغلب موارد درد شکم و حالت تهوع با سکته قلبی ارتباطی نداره و در صورتی نگران کننده هستش که ناگهانی و بدون دلیل ظاهر بشه. همچنین زمانی که معده خون کافی دریافت نکنه ممکنه دچار مشکلات گوارشی و در نتیجه بی‌اشتهایی بشید. هشدار شماره 6: احساس سرگیجه یا سبکی سر. موارد فراوانی میتونه باعث بشه تعادل خود رو از دست بدید یا به طور لحظه‌ای احساس غش و ضعف کنید. مثلا ممکنه آب یا غذای کافی به بدنتون نرسونده باشید یا شاید خیلی سریع یه دفعه از جاتون بلند شده باشید. اما اگر به صورت ناگهانی تعادل خود رو از دست دادید و همزمان در قفسه سینه احساس ناراحتی کردید یا دچار تنگی نفس شدید، بدون معطلی با اورژانس تماس بگیرید. سرگیجه و سبکی سر میتونه ناشی از افت فشار خون باشه، زیرا قلب نمیتونه اونطور که باید خون رو پمپاژ کنه. هشدار شماره 5: زود خسته و بیرمق میشوید. اگر ناگهان دچار خستگی مفرط میشوید یا پس از فعالیتی که سابقا بدون مشکل انجام میدادید، مثلا بالا رفتن از پله ها یا بردن خریدها از ماشین تا خونه، از نفس میافتید، بدون اتلاف وقت با پزشکتون قراره ملاقاتی تنظیم کنید. وقتی شریان‌های قلبتون باریکتر میشن، میزان جریان خون ورودی به قلبتون کاهش مییابه و این میتونه باعث احساس ضعف و کم انرژی بودن در شما بشه. خستگی بسیار زیاد یا ضعف بدنی بیدلیل که گاهی به صورت چند روزه و تکراری رخ میده میتونه نشانه حمله قلبی به خصوص در زنان باشه. هشدار شماره 4: تغییر رنگ پوست. اگر متوجه تغییر رنگ پوستتان به زرد یا خاکستری به ویژه در اطراف چشمایتان شدید، این نشانه میتونه هشداری برای سکته قلبی باشه. رنگ طبیعی پوست به واسطه رگ‌های خونی موجود در پوستتون تعیین میشه. کاهش جریان خون از یک قلب بیمار باعث میشه پوست رنگ خودش رو از دست بده. هشدار شماره 3: عرق سرد. در مطالعه‌ای که توسط دانشگاه شیکاگو انجام شد، مشخص شد که تعریق شدید نخستین نشانه بروز سکته قلبی هستش. وقتی سکته قلبی در حال شکل‌گیری هستش، بدن انبویی از کاتکولامین، هورمونی شبیه به دوپامین، ترشح میکنه. این امر به ایجاد عرق سرد و احساس خیس شدن منجر میشه. هشدار شماره 2: گلودرد یا فک درد. گلودرد یا فک درد به تنهایی جزء علائم سکته قلبی نیست. این دو با احتمال بالاتری به دلیل مشکلات عضلانی، سرماخوردگی و یا مشکلات سینوس ها رخ میدند. اما اگر درد یا فشاری در مرکز قفسه سینه‌تون احساس میکنید که به سمت گلو یا فکتون کشیده میشه، ممکنه علامت سکته قلبی باشه. سکته قلبی ممکنه به خاطر لخته شدن خون در مسیر جریان خون نیز رخ بده. این انسداد غالباً به درد گردن یا فک تعبیر میشه. و هشدار شماره 1: تنگی نفس. یکی از شرایطی که ریه شما به اندازه نیاز اکسیژن جذب نمیکنه اینه که قلب شما به اندازه کافی خون دریافت نمیکنه. این دو عامل همراه هم هستند، یعنی اگر یکی درست کار نکنه دیگری نیز به همان مشکل دچار میشه. کمبود اکسیژن در خون باعث میشه احساس کنید در جای مرتفعی قرار دارید و اکسیژن به شما نمیرسه. در یک مطالعه 40% از حملات قلبی گزارش شده توسط سوپروایزرهای بیمارستان به تنگی نفس 1 ماه قبل از سکته قلبی اشاره دارند. اما هنگام وقوع حمله قلبی چی کار باید کرد؟ همونطور که در ابتدای ویدیو هم اشاره کردیم، بسیاری از مردم زمانی که با حمله قلبی مواجه میشن تنها حدود 10 ثانیه پیش از دست دادن هوشیاریشون وقت دارند. به هر حال این قربانیان میتونن با سرفه‌های مکرر و شدید به خودشون کمک کنن. این گونه هستش که پیش از هر سرفه باید نفس عمیق کشید و سرفه باید عمیق و کشدار باشه و خلط سینه رو از عمق سینه ایجاد کنه.
زمان تکرار یک نفس و یک سرفه هم باید حدود هر 2 ثانیه یک بار بدون توقف تکرار بشه تا کمک برسه و یا اینکه ضربان قلب دوباره به حالت عادی بازگرده. از قدیم گفتن پیشگیری بهتر از درمان هست و برای کاهش ایست قلبی هم راهکارهای خیلی ساده‌ای وجود داره. اگر سیگار میکشید سیگار رو ترک کنید. همچنین سمهای سفید مثل نمک، شکر و قند رو از رژیم غذایی خودتون دور کنید و همچنین ورزش رو هم در برنامه روزانه خودتون داشته باشید، حتی اگر نیم ساعت پیاده روی هستش. و در آخر اینکه فست فود رو هم از رژیم غذایی خودتون دور کنید. همونطور که قبلا هم گفتیم بیماری‌های قلبی قاتل شماره 1 زنان و مردان در بسیاری از کشورها هستند، به خصوص در کسانی که یک رژیم غذایی پر از روغن و شکر دارند. از این رو در این قسمت ویدیو و قبل از اینکه ویدیو رو به پایان برسونیم خیلی سریع 5 تا خوراکی برای پاکسازی رگ‌ها و پیشگیری از حمله قلبی به شما معرفی خواهیم کرد. خوراکی شماره 1 زردچوبه هستش. بهترین فایده زردچوبه برای قلب اینه که مانع از تجمع پلاکت میشه و در نتیجه از توسعه بیماری‌های قلبی عروقی جلوگیری میکنه. یک راه معمول برای مصرف زردچوبه ترکیب اون با آب ریشه‌های تازه مثل هویج و سبزیجات برگ سبز و مصرف روزانه اون هستش. خوراکی شماره 2 ماهی ساردین هستش. کلاً ماهیایی که سرشار از امگا 3 و ویتامین دی هستند مثل ماهیای ساردین میتونن به کاهش تریگلیسیرید و کلسترول کمک کنند. اونها همچنین منبع عالی هستن از ویتامین B12 که با کاهش سطوح هوموسیستین از سلامت قلب محافظت میکنند. خوراکی شماره 3 انواع توت‌ها هستش. یک مطالعه نشان داده خطر حمله قلبی در زنانی که در هفته بیش از 3 وعده از انواع توت‌ها خوردند تا 32% کاهش یافته است. حالا یک راه خوشمزه برای سالم نگه داشتن قلبتون دارید. خوراکی شماره 4 روغن زیتون فرابکر و یا همون روغن زیتون خالص هستش که به انگلیسی بهش میگن extra virgin olive oil. مصرف 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون خالص به طور روزانه میتونه خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو تا 30% کاهش بده. چربی های تک اشباع نشده و یا همون unsaturated fatty که در روغن زیتون وجود داره هم کلسترول و هم قند خون رو کاهش میدن. و خوراکی شماره 5 هندوانه هستش. هندوانه حاوی آرژنین هستش. آرژنین نایتریک اکساید تولید میکنه، ماده‌ای که بدن شما نیاز داره تا فشار خون رو متعادل و سیستم گردش خون رو انعطاف پذیر و سالم نگه داره. هندونه فشار خون رو هم کاهش میده زیرا بیشتر از هر ماده غذایی دیگری سیترولاین داره. سیترولاین به بدن کمک میکنه تا مواد زائد رو از بین ببره و به این ترتیب باعث کاهش فشار خون میشه.